اینجا پیشتر بیمارخانه ولایتی کودکان بود. 3 سال پیش با قرار قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان آن برهم داده شد. تا آن وقت بیمارستان برای کودکان 140 کرد داشت. حالا آن یک شعبه است در بیمارستان عمومی ولایت با 60 کرد. جای نمیرسد و رئیس ولایت دستور داده است که این مسئله بیمارستان کودکانه دوباره بررسی شود. Oradaki حالتی خودی همین بیمارخانه مرکز پرینتری که برای علالخصوص و هم تولد و هم تبابتی کودکان و آن کودکان خردسال پیش بینی شده است. من حالتی و آشام بسیار شعبه تحلیل کرده برآمدم. از طرف شخصان مسئول مدیران شعبه نفرانی که به این یا اون کسل به همون شعبه دخل ندارند آنها را در همون جا کرده سرباری تمام پلات‌ها پر است. وقتی از رئیس ولایت ختلان سبب برهم دادن بیمارستان کودکانه را پرسیدند جوابی دقیق نداد، اما گفت حالا در آنجا هر گونه بیماران را جای می‌دهند و در نتیجه جای نمی‌رسد. همانطور به تعلیق که شریف کشنوف میتون نسبتی مسئله چاره‌جویی می‌کنیم. نارسایی جای در حالی است که همه حجره‌های این بیمارستان پرند. احتمال برقرار شدن بیمارستان کودکانه را صدرالدین غیوروف، معاون سردار شعبه ریاست تندرستی ولایت ختلان در منطقه کلوب تصدیق یا رد نکرد. اگر شیدنی را روز گفت ما از این زمان چی گفتن نمی‌کنم، نیکی می‌بینیم خب با معلومات با پیشنهاد می‌کنیم. بعد این زمان ما هیچ گفتن نمی‌کنم روز گفت شیدن نشدن. در این بین کارافتادگان و طبیبان از شرایط بد، گرمی طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت می‌کنند. این ساکن برای طبابت فرزندش از ناحیه واسه آمده است. شرایط بیمارستان او را مجبور کرده است که با خود گلیم و دستگاه خوراکپزی بیارد. حالا در این حجره نه تنها کودک طبابت می‌یابد، بلکه والدینش برای او و خود خوراک می‌پزند. بسیاری ها اصلاح چنین وضع را طلب می‌کنند. آنها میگویند حالا اهالی 10 شهر و ناحیه منطقه کلوب به 1,300,000 نفر رسیده است و بناهن بیمارستان کودکانه باید برقرار کرده شود با شرایط بهتر، میگویند آنها. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.